شنونده های عزیز، جوانان گرانقدر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امید است جور و صحتمند باشید. خوشحال هستیم که با یکی دیگر از برنامه های جوان و جامعه در خدمت شما دوستان قرار داریم. دوستای عزیز، بحث برنامه این هفته ما در رابطه با این که چی درس های جوانان از استقلال می آموزند که در پیوند به این موضوع صحبت ها و نظریات جوانان را نیز داریم. امید است تا آخر برنامه با ما همراه باشید. ای جوان اندیشه تو با هنر پویا شود، با فروغ مهر او آینده ات زیبا شود، با فروغ مهر او آینده ات زیبا. دوستان گرانقدر، جوانان عزیز، استقلال یک کشور تنها یک رویداد تاریخی یا پیروزی سیاسی نیست، بلکه مکتب بزرگ از ارزش‌ها، فداکاری‌ها و عبرت هاست که نسل جوان باید آن را به درستی بشناسد و از آن بیاموزد. نسل امروز اگر می‌خواهد آینده آباد و عزتمند داشته باشد، باید با دقت به گذشته نگاه کند و درس‌های عمیق از راه مبارزه برای استقلال بگیرد. نخستین درسی که جوانان از استقلال می‌گیرند، شناخت ارزش آزادی است. زمانی که وطن در اشغال دشمن بود، جوانان در بند بودند، هویتشان در خطر بود، دینشان محدود و زندگیشان تابع بیگانگان. استقلال نشان داد که آزادی بدون مبارزه، بدون فداکاری و بدون آگاهی ممکن نیست. جوانی که قدر آزادی را بداند، هرگز تن به ذلت و بی‌هویتی نمی‌دهد. استقلال تنها با شعار به دست نیامده، بلکه محصول ایمان راسخ، اخلاص و ایثار مجاهدین است که در راه دین و وطن از جان گذشتند. جوان امروز با نگاه به گذشته می آموزد که پیروزی از آن کسان است که دین محور، با عزت و متحد باشند. در مبارزه برای استقلال، اقوام، اقشار و مناطق مختلف کشور با وحدت در برابر اشغال ایستادگی کردند. جوان امروز باید بیاموزد که تنها با اطاعت میتوان دشمن را شکست داد. استقلال ثمره وحدت بود، حفظ آن نیز در گرو حفظ همبستگی است. از استقلال میآموزیم که دشمن تنها با سلاح نمی آید. او با رسانه، فرهنگ، سبک زندگی و تهاجم فکری نیز حمله می کند. جوان آگاه می فهمد که باید هم در میدان جنگ و هم در میدان فکر و دانش حضور داشته باشد. جهاد فکری، رسانه‌ای، تعلیمی و اخلاقی ستونهای پنهان استقلالند که نیازمند تلاش مداوم نسل جوان است. استقلال یک شبه حاصل نشد، سالها فشار، سختی، تحریم، جنگ و فداکاری در مسیر آن قرار داشت. جوان امروز از این مسیر می آموزد که راه عزت کوتاه و آسان نیست. هر حرکت به سوی ساختن آینده بهتر نیازمند صبر، پشتکار و استقامت است. جوان امروز باید بداند که اگر دیروز نسل پیشین استقلال را گرفت، امروز وظیفه اوست که آن را حفظ کند. دشمن همیشه در کمین است، پس جوانان باید مسئولیت پذیر باشند. حفظ امنیت، توسعه، تربیت نسل آینده و مقابله با نفوذ فرهنگی همه وظیفه جوانان است که از تاریخ آموختند. استقلال مکتب است برای تربیت نسل با ایمان، غیرتمند، آگاه و مسئول. جوانی که از استقلال درست درس بگیرد، دیگر فریب ظاهری فریبنده دشمن را نمی خورد. در برابر فشارها خم نمی شود و مسیر عزت را با صلابت ادامه می دهد. اگر جوانان ما با این روحیه رشد کنند، نه تنها استقلال را حفظ خواهند کرد، بلکه افغانستان را به سوی خودکفایی، پیشرفت و عزت اسلامی سوق خواهند داد. مصطفی یکی از جوانان است که نقش جوانان را در پاسداری از استقلال
چنین میگوید: بخصوص قشر جوانانی که امروز شما ستون فردای این سرزمین هستید، آینده افغانستان در دست شما جوانان است. شما جوانان هستید که با علم، اخلاق و تعهد راه استقلال را ادامه دهید. استقلال نگهداری می‌خواهد و شما شنونده های عزیز نگهبان این استقلال هستید. استقلال یعنی مسئولیت. یعنی اگر شما جوانان امروز درس می‌خوانید، فردا شما ستون سیاست و اقتصاد این کشور خواهی بود. یعنی به طور خلاصه اگر صحبت بکنیم، 3 اصلی که برای استقلال کشور و روابط دیپلماسی که بتونه افغانستان را به شکل درست به خودکفایی برسانه، ایمان، فداکاری و خودکفایی است. استقلال بدون خودکفایی ممکن نیست و باید نسل جدید در فکر تولید اقتصادی و دیگر مسائل باشد و جوانان ما بیشتر باید به دنبال بالا بردن سطح ظرفیتشان باشه. باز هم میخواهم بیان بکنم اولین گام اساسی دفاع از وطن دانستن علم و دانش است. اگر در یک جنبندی کلی بگوییم، استقلال در واقع به معنای حق تعیین سرنوشت و زندگی در سایه عدالت و آزادی است. اگر استقلال نداشته باشیم، نمیتونیم هویت فرهنگی، دینی و ملی خود را حفظ بکنیم. پس نقش جوانان در حفظ استقلال از طریق مشارکت فعال در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی باید تحقق پیدا بکنه که خوشبختانه در سالهای اخیر جوانان افغانستان در زمینه‌های مختلف مانند فناوری، هنر و ورزش نقش موثری داشته. امروز ما در موقعیت قرار داریم باید استقلال را در قالب تاریخ نخوانیم و همچنین در زندگی گروهی خود، یعنی در زندگی روزمره خود پیاده بکنیم. استقلال یعنی تصمیم گیری ها بر اساس منافع ملی، یعنی حفظ فرهنگ، یعنی ملت با عزت. استقلال و آزادی پایان راه نیست، بلکه همه ما و شما باید در تلاش حفظ استقلال کشور باشیم. در واقع میخوایم بگویم جوانان عزیز، امروز وقت بیداری است، نه تماشای تاریخ. استقلال امروز امانتی است بر دوش همه جوانان این سرزمین و در سایه نظام اسلامی همه جوانان باید ستون وحدت، پیشرفت و بصیرت باشد. و میخواهم بگویم جوانان عزیز، بیایید با هم در مسیر توسعه، پیشرفت و حفظ استقلال کشور گام برداریم تا باشد که افغانستان عزیز همواره آزاد، آباد و سربلند باشد. با دست آوردن استقلال در پهلوی نیروی فیزیکی، در گرو بصیرت و بینش سیاسی و دینی نیز است. جوانی که از تاریخ مبارزات ملت خود آگاه باشد، فریب شعارهای رنگارنگ دشمن را نمیخورد. او میداند که اشغال فقط اشغال خاک نیست، بلکه اشغال ذهن، فرهنگ و هویت نیز است. استقلال با جوانان می‌آموزد که برای حفظ آزادی باید آگاه، بیدار و تحلیلگر باشند. یکی از درس‌های مهمی که از استقلال باید آموخت، استفاده درست از منابع داخلی است. جوانان باید درک کنند که استقلال اقتصادی و خودکفایی مکمل استقلال سیاسی است. آنان باید در بخش‌های زراعت، صنعت، تکنولوژی، تعلیم و تربیت و خدمات عامه با تعهد و مهارت وارد شوند و نشان دهند که افغانستان میتواند بر پای خود بایستد. سرمایه واقعی یک ملت جوانان با استعداد و با ایمان است. دشمن در کنار اشغال نظامی تلاش کرد تا هویت اسلامی و ملی ما را تضعیف کند. جوانان امروز باید بفهمند که استقلال یعنی بازگشت به اصول اسلامی، زبان، تاریخ پر افتخار و سنت‌های ارزشمند خودمان است. از استقلال باید بیاموزند که پیروزی از آن ملت‌های است که بر ریشه‌های خود وفادار بمانند. هیچ استقلال بدون خون به دست نیامده. جوان امروز باید درک کند که راه امروز او با خون شهدا و فداکاری مجاهدین هموار شده. بنابراین او نه تنها باید به این میراث وفادار بماند، بلکه باید آن را زنده نگه دارد. این وفاداری با عمل است، نه با حرف، با خدمت صادقانه، با تربیت نسل آینده، با حفظ دین و با جلوگیری از فساد. یورش جوان است که میگوید نخستین درسی که جوانان از استقلال میگیرند شناخت آزادی است
و استقلال نشان داد که آزادی بدون مبارزه و فداکاری به دست نیامده. استقلال یک کشور تنها یک رویداد تاریخی یا پیروزی سیاسی نیست، بلکه مکتب بزرگ از ارزش‌ها، فداکاری‌ها و عبرت‌هاست که نسل جوان باید آن را به درستی بشناسن و او را یاد بگیرن. نسل امروز اگر میخواهد که آینده آباد و عزتمند داشته باشه، باید به دقت به گذشته خود نگاه بکنه و درس‌های عمیق از راه مبارزه برای استقلال یاد بگیره. نخستین درسی که جوانان از استقلال یاد میگیرند شناخت ارزش آزادی است. زمانی که وطن در اشغال دشمن بود، جوانان در بند بودند، هویتشان در خطر بود، دینشان محدود و زندگیشان تابع بیگانه ها بود. استقلال نشان داد که آزادی بدون مبارزه، بدون فداکاری و بدون آگاهی ممکن نیست. جوانی که قدر آزادی را بفهمه هرگز تن به ذلت و بی‌هویتی نمیده. استقلال تنها با شعار به دست نمیاد، بلکه محصول ایمان راسخ، اخلاص و ایثار مجاهدینی است که در راه دین و وطن از جان خود گذشتند. جوان امروز با نگاه به گذشته یاد میگیره که پیروزی از آن کسانی است که دین محور و با عزت و متحد باشند. در مبارزه به خاطر استقلال، اقوام، اقشار و مناطق مختلف کشور با وحدت در برابر اشغال استاده شدند. جوان امروز باید یاد بگیره که تنها با اتحاد میتواند که دشمن را شکست بدهد. استقلال ثمره وحدت است. حفظ آن نیز در گرو حفظ همبستگی می باشه. از استقلال می آموزیم که دشمن تنها با سلاح نمی آید، بلکه با رسانه، فرهنگ، سبک زندگی و تهاجم فکری نیز حمله می کنه. جوان آگاه می فهمه که باید هم در میدان جنگ و هم در میدان فکر و دانش حضور داشته باشد. جهاد فکری، رسانه‌ای، تعلیمی و اخلاقی ستونهای پنهان استقلال هستند که نیازمند تلاش مداوم نسل جوان می باشه. استقلال یک شبه حاصل نمیشه، بلکه سالها فشار، سختی، تحریم، جنگ و فداکاری در مسیر قرار است که داشته باشه. جوان امروز از این مسیر می آموزد که راه عزت کوتاه و آسان نیست. هر حرکتی به سوی ساختن آینده بهتر نیازمند صبر، پشتکار و استقامت می باشه. کسانی که زود مایوس میشن هیچگاه به فتح نمی رسن. جوان امروز باید بدانه که اگر دیروز نسل پیشین استقلال را گرفت، امروز وظیفه او است که این استقلال را حفظ بکنه. دشمن همیشه در کمین است، پس جوانان مسئولیت پذیر باید باشند. حفظ امنیت، توسعه، تربیت نسل آینده و مقابله با نفوذ فرهنگی همه وظیفه جوانان است که از تاریخ آموختند. استقلال فقط پایان اشغال نیست، آغاز یک مرحله نو برای ساختن کشور است. جوانانی که از استقلال درس گرفتن باید فعالانه وارد میدان ساخت و ساز، تعلیم، خدمات اجتماعی و رشد اقتصادی شوند. آینده کشور بسته به این است که جوانان آن چه مقدار برای آبادانی، اصلاح، عدالت و پیشرفت کار می کنند. درسی که استقلال به جوانان می دهد این است که عزت هزینه دارد و حفاظت از آن وظیفه نسل فردا است. جوان آگاه، متدین و متعهد نه تنها پاسدار این استقلال خواهد بود، بلکه آن را به نسل‌های آینده منتقل خواهد کرد. اگر جوان امروز از گذشته ملت خود بیاموزد، برای ارزش‌های دینی و ملی خود پابند بماند و با علم، مهارت، اخلاص و عزم راسخ کار کند، افغانستان می تواند در مسیر پیشرفت بیشتر گام بردارد و این بزرگترین وظیفه و افتخار یک جوان مومن و مسئول است. یکی از مهمترین درس‌ها این است که دشمن همیشه با لباس نظامی نمی آید. جوانی که از استقلال آگاه باشد می فهمد که استعمار نوین از طریق رسانه‌ها، فرهنگ مصرفگرایی و ترویج بی‌حیایی وارد می شود. اگر جوان این ابزارها را نشناسند، به استقلال فکری و فرهنگی کشور تأثیر منفی می‌گذارد. جوانی که استقلال را درک می کند، به ظرفیت‌های ملی خود اعتماد دارد. نسل امروز با دست پر از علم، رسانه، تکنولوژی و ارتباطات می تواند کشور را بسازد. پس از استقلال مرحله مهمتر آغاز می شود. جوانانی که از فتوحات اخیر آموختند می دانند که
با تربیت نیروی انسانی مومن با سواد و کارا نظام اسلامی حفظ می شود. پس آنان با شور و ایمان وارد نهادهای دولتی، تعلیمی، قضایی، امنیتی و فرهنگی می شوند تا پایه های نظام را تقویت کنند. مولوی احسان الله کاشفی در مورد اینکه جوانان چی درس از استقلال بگیرند چنین می گوید: بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و بعد. الله متعال را به نهایت سپاسگزار هستیم برای اینکه فتح و استقلالیت و آزادی برای تمام امت اسلامی و برای مسلمانان و ملت مجاهد پرور افغانستان نصیب نمود. جوانان عزیز، آزادی برای جوانان فقط یک شعار یا خواسته سیاسی نیست، بلکه مدرسه است که در آن درس‌های بزرگی برای زندگی، مسئولیت پذیری و آینده آفرینی آموخته می شود. درس‌ها و اندرزه‌هایی که در آزادی وجود دارد دوستان عزیز، جوانان بی نهایت گرامی، ما قسمی که در آزادی و استقلالیت میتونیم به تمام خواسته های مشروع خود برسیم، در هیچ بخش دیگری از جامعه و در هیچ زمانه و در هیچ برهه‌ای از عمر خود نمیتونیم به آن خواسته های مشروع خود دست پیدا بکنیم. اولین درسی که آزادی برای جوانان عزیز و تمام ملت ها نصیب می کند مسئولیت پذیری در برابر جامعه هست. آزادی یعنی قدرت انتخاب و قدرت انتخاب یعنی مسئولیت پاسخگویی. جوانان یاد میگیرند که آزادی بدون مسئولیت به هرج و مرج می انجامد. نکته دیگر ارزش سختی و فداکاری هست. وقتی آزادی با قربانی دادن و تلاش به دست می آید، جوانان می فهمند که هیچ دستاورد آسان به دست نمی آید و باید برای حفظ آن ایستادگی کردم و هیچ جوانی بدون قربانی و بدون تلاش و زحمت به آزادی و به استقلالیت و به خواسته های مشروع خود نمی تواند دست پیدا بکند. این طبیعت زندگی هست و این طبیعتی هست که الله متعال برای مردم و برای جوانان نصیب نموده که باید با تلاش کردن و زحمت و با قربانی دادن میتونن که با آسایش و آرامش دست پیدا بکنن. نابرد رنج گنج میسر نمی شود، مزد آن گرفت جان برادر که کار کردم. یعنی با خواب شدن و استراحت کردن و با حیف و میل پیسه و سرمایه و عمر جوانی انسان نمیتواند به آرزوها و به امیال جوانی خود دست پیدا بکند. اگر جوانان عزیز بدون احساس مسئولیت، بدون استادگی و بدون مبارزه در برابر زندگی و مشکلات زندگی و بدون مبارزه در برابر متجاوزین و بیگانگان عمر خود را سپری بکند، یک عمر غلام و برده میماند. نکته دیگری بیان بکنیم، خودباوری و اعتماد به نفس است. آزادی به جوانان حس مالکیت بر سرنوشتشان را میدهد. این حس اعتماد به نفس و روحیه ما می توانیم را تقویت می کند. جوانان همیشه باید این روحیه‌ای که ما می توانیم را در ذهن خود پرورش بدن، همیشه این کلمه‌ای که ما می توانیم را در ذهن و در زبان خود ملکوتی بداشته باشند، ملکوتی بگردانند تا که بتانند تمام مشکلات و سختی های روزگار و سختی های اقتصادی را جوانان عزیز برطرف بکنند. نکته اخیر این بود دوستان عزیز و بی نهایت گرامی که هوشیاری در برابر تهدیدات است. جوان مسلمان هیچگاه زندگی خود را به غفلت سپری نمی کند. زندگی خود و عمر خود و جوانی خود را در برابر تهدیدات دشمن و در برابر تهدیدات کسانی که اسلام ستیز هستند و جوانی و خوبی را از بین میبرند انسان نباید به تغافل و به سهلانگاری سپری بکند. دوستان عزیز و بی نهایت گرامی، ما میبینیم که در صدر اسلام چه کسی اسلام را در دست داشتند؟ جوانان بودند. چه کسانی امپراتوری ها را به زانو در آوردند؟ همین جوانان بودند.
که امپراتوری ها و کفر و شرک از جوانان می ترسیدن. حتی ببینین در صدر اسلام وقتی که حضرت عمر فاروق و حضرت حمزه رضی الله عنهما در صف پیغمبر صلی الله علیه و سلم که حضور پیدا کردن، ابو جهل یک خود نگاه می کرد از آن بی‌ادبی که داشت و از آن گستاخی که ابو جهل داشت. وقتی که میدید در صف پیغمبر صلی الله علیه و سلم در کنار پیغمبر صلی الله علیه و سلم جوانانی همچون عمر و حمزه آمدن، ابو جهل رای خود را یک طرف می کرد و آن جنجال ها و آن خستگی ها و داو و دشنامی که به پیغمبر صلی الله علیه و سلم می زدن، بعد از این که حضرت عمر سیب اسلام می آورد و مسلمان می شود، دیگر قریش و مکیان غیرت نمی کنند، به همان شکل سابق به همان بی‌ادبی خود ادامه بودند. چرا؟ چون جوانان در صف آمده بودند، چون جوانان ایستادگی می کردند. پس جوان عزیز، تو بسیار گرامی هستی، تو بسیار با ارزش هستی. بیا که سری پای خود ایستاد شو، از خواب غفلت بلند شو جوان عزیز، از جوانی خود و از لیاقت خود و از استعداد خود استفاده بکن. تو جوان عزیز تحصیل کردی، تعلیم کردی، الحمدلله سواد و تعلیم و آموزش داری. بیا به خاطر آبادی وطن، به خاطر آبادی عمر و جوانیت تلاش بکن. جوان امروز باید خود را پل ارتباطی میان مجاهدین و نسل آینده بدانند. آنان باید تاریخ مبارزه، فداکاری ها و پیروزی ها را مستند و منتقل کنند. اگر تاریخ فراموش شود، ملت رای خود را گم می کند. استقلال جوان را مسئول نگهداری از هویت و روایت ملتشان می سازد. استقلال فرصت است برای ساختن یک جامعه با ایمان، آگاه، عادل و مستقل. جوانانی که این فرصت را درک می کنند نه تنها حافظ استقلالند، بلکه معمار آینده نیز خواهند بود. آنان با عزت زندگی می کنند، با هدف حرکت می کنند و با ایمان ملت خود را به سوی سربلندی می برند. پس استقلال را باید شناخت، از آن آموخت و برای حفظ و رشدش هر روز تلاش کرد. این رسالت مقدس بر دوش نسل جوان قرار دارد. جوانان امروز باید از تجربه مجاهدین بیاموزند که هرگز فقط با انتقاد نمیتوان چیز را ساخت. نسل مجاهد دیروز با عمل، جهاد، تأمل و همکاری به استقلال رسید. جوانان امروز نیز باید از نقش تماشاچی خارج شده و در میدان حضور پیدا کنند، چه در تعلیم و تربیت، چه در سیاست، چه در اقتصاد و چه در فرهنگ. جوان مومن می داند که هدف نهایی از استقلال فقط پایان اشغال نبود، بلکه فراهم کردن زمینه برای برقراری عدالت اسلامی، احکام شریعت و اصلاح اجتماع است. استقلال فرصت است تا جوان با ایمان، آگاه، متخصص و متواضع بتواند نظام عدالت محور را پیش ببرد که مردم احساس امنیت، کرامت و انصاف داشته باشند. در نهایت استقلال اولین گام برای تمدن سازی اسلامی در عصر معاصر است. جوان افغان در پهلوی این که در حفظ خاک می اندیشد، باید در ذهن و دل خود تصویر بزرگتر داشته باشد. افغانستان پیشرفته، متکی به خود، صادر کننده فکری، دین و اخلاق. این آرمان زمان ممکن است که جوان امروز نه تنها به فکر آینده خود، بلکه به فکر نسل‌های بعدی نیز باشد. استقلال یعنی آغاز یک حرکت تمدنی به سوی عزت امت اسلامی و جوان موتور معرکه این تمدن است. جوانان امروز وارثین خون هزاران شهید و تلاش بی‌وقفه مجاهدین دیروز هستند. استقلال گنجینه نیست که در انبار گذاشته شود، بلکه امانت است که باید هر روز با تعهد، غیرت، علم، عمل و ایمان حفظ شود. اگر جوان امروز قدر این امانت را بداند، افغانستان به الگوی بیدار اسلامی برای سایر ملت‌های مسلمان مبدل خواهد شد. فضل الرحمن معنوی، محصل برنامه ماستری ارتباطات جمعی پوهنتون کابل، در رابطه به ارزش استقلال چنین میگوید:
آزادی مفهومی است که همزمان با خلقت انسان معنا پیدا کرده. آدم‌ها همون قسمی که در سطح فردی نیاز به خود ارادیت داره، در سطح ملی و کشوری همچنان به خطه نیاز داره که در او زندگی بکنه و اراده و اداره و خطه توسط خود همین شهرونداش تمثیل شود. دانشمندا حتی آزادی را به مثابه قلب تپنده ملت‌ها معرفی میکنه و حتی برخی ها آزادی را به اصطلاح متضمن بقای ملت ها میدانند. این آزادی است که به اصطلاح متضمن بقای ملت هاست و اگر آزادی نباشه، ضمن از اینکه بقای ملت ها از بین میره، سبب انحطاط خود ملت ها میشه. برخی راهکارهای وجود داره که اگر روی از او تمرکز و توجه شود در راستای حفظ استقلال و آزادی کشورها کمک میکنه. اول آگاهی شهرونداست. بر میزانی که شهروندا از سطح آگاهی بلندتری برخوردار باشه، در واقع درک از وا در قبال منافع و مصالح اولیای کشور بیشترتر میشه و اینا خوبتر میتونه خوب از ناخوب و سرر از ناسرر جدا بکنه و به اصطلاح در قبال حفظ مصالح اولیای کشور مسئولانه عمل بکنه و تلاش بکنه. همچنان جلوگیری از تفرقه و چنگ زدن به وحدت است. در افغانستان هم الحمدلله با وجود اقوام شریفی که ما داریم، اینمی اتحاد و اتفاق به هر میزانی که روحیه همبستگی بین ازیا حفظتر میشه، قویتر میشه، به همون میزان میتونه برای حفظ آزادی و استقلال کشور کمک بکنه، موثرتر تمام شود. حمایت از تولیدات داخلی هم در راستای حفظ استقلال کشور کمک کننده است و طبعا خوب پیروی از بیرونی ها فرجام خوبی نداره. ما دیدیم که در طول میقدر تاریخی که در افغانستان گذشت، هیچگاه نظام‌های وارداتی و افکار وارداتی نتونسته متضمن بقای ملت‌ها و بقای پیشرفت و ترقی و تعالی کشور ما و استحکام ملت ما شود. لذا بر میزانی که ما از تولیدات داخلی استفاده میکنیم، با اون میزان سبب رشد اقتصاد کشور میشه و این خود ارادیت اقتصادی در واقع سبب حفظ آزادی و عدم وابستگی اقتصادی به بیرونی ها میشه که خیلی در استحکام داخلی ملت ها کمک کننده است. مورد دیگه توجه به فرهنگ و به اصطلاح ارزش‌ها و انجارهای خود ماست. ما بجای از اینکه به دنبال هویت بیرونی باشیم یا به دنبال ازی باشیم که مثلا هرچند برخی کشورها در حوزه چیزایی که از بیرون وارد میشه از او مصرف کننده هستند، برخی کشورهای دیگه از لحاظ فرهنگ هم مصرف کننده هستند و سایر بخش‌های دیگه. لذا در افغانستان الحمدلله ما فرهنگ‌ها ارزش‌ها انجارهای خوبی داریم که اگری پاس داشته شه، بجای از اینکه ما از بیرون چیزایی رو وارد بکنیم که او به درد جامعه ما نمیخوره و سازگار نیست با فرهنگ‌ها انجارهای ما، بجای از خوب است که ما متمرکز باشیم با مو فرهنگ‌ها و باورها و انجارها و ارزش‌های خود و واسه تقویت ازی باشیم که برای حفظ بقای به اصطلاح آزادی کشورها خیلی کمک کننده است. احترام به قوانین و اصول است که بر میزانی که ما در این بخش تمرکز می داشته باشیم، به اون میزان به اصطلاح قوی‌تر و بهتر میتونیم بدرخشیم و به می ترتیب توجه روی تربیت نسل‌های آینده، نسل نو، بجای از اینکه در فکر رفتن به بیرون از کشور باشه، بجای از اینکه استعدادهای ما برای به بیرون از کشور و به فکر مسئولیت پذیری و ادای مسئولیت خود در قبال کشور باشه، همینجا بمانن و در اینجا سرمایه گذاری بکنن، چرا که این ملت سالها روی همین جوانا و روی همین استعدادا سرمایه گذاری کرده. لذا استعدادایی که دوباره در افغانستان به کار گماشته میشه و از این دانش و بینش و درایتشان همینجا استفاده میشه، این در حقیقت غیر مستقیم برای حفظ آزادی کشور یک گام موثر و مثبت است، چرا که دانش از که وقتی بیرون استفاده میشه، باز ملت چند سال دیگه ده که دانشمندایی را تربیت بکنه که اونا باز برای ملت دوباره کار بکنن. لذا تلاش و استعدادا بمانه در کشور و در فکر آینده باشه، در فکر به اصطلاح پیشرفت و ترقی کشور باشه، بدون شک که برای حفظ آزادی کشورها خیلی موثر و مثمر تمام میشه. شریعت غږ درنوي اف ام جوانان عزیز، در هر ملت جوانان بازوی حرکت، راه بیداری و مایه امید آینده‌اند. جوانی مرحله است که انسان با انگیزه، انرژی و توانایی بالا می تواند نقش کلیدی در کشورش ایفا کند. اما این نقش زمان به ثمر می رسد که با استقامت و تلاش هدفمند همراه باشد، نه احساسات لحظه‌ای و نه هیجان‌های بیریشه. استقامت یعنی استادگی بر عقل، تحمل سختی‌ها و عقب نرفتن از مسیر درست.
جوانی که صبر دارد در برابر وسوسه ها، تبلیغات باطل و فشارهای فکری و روانی تسلیم نمی شود. او می داند که هیچ پیروزی بزرگ یک شبه به دست نمی آید. همان گونه که فتح تاریخی 24 اسد نتیجه 2 دهه صبر، قربانی و جهاد پیوسته بود. در این مسیر صدها هزار جوان با ایمان قدم گذاشتند. جوانانی که نه در کاخها بلکه در سنگرها، نه با رسانه بلکه با دعا و یقین جنگیدند. این نسل با اخلاص و توکل بر خداوند جل جلاله او فتح را نصیب کردند. اما امروز نیز میدان خالی نیست. هرچند جنگ ظاهری به پایان رسیده، اما جهاد فکری، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ادامه دارد. جوان امروز باید در سنگر علم، تخصص، تقوا و خدمت بجنگد. باید از ایمان خود محافظت کند، باور خود را عمیق سازد و هر روز به جای شکایت گام بگذارد به سوی ساختن فردا. تلاش جوان باید هدفدار باشد، نه برای شهرت، بلکه برای رضای الله متعال، نه برای نفس، بلکه برای عزت ملت. جوانی که این گونه تلاش کند، حتی اگر نتیجه را نبیند، در مسیر فتح حرکت می کند. امروز وظیفه جوان است با سلاح علم جل را شکست دهد، با زبان حق فریب تبلیغات دشمن را افشا کنند، با اخلاق و خدمت چهره واقعی نظام اسلامی را نمایندگی کنند و با حفظ وحدت و تقوا میراث شهدا را پاسداری نمایند. فتوحات امارت اسلامی افغانستان صرفاً یک پیروزی نظامی نبود، بلکه تجلی اراده ملت و وحده پروردگار یکتا بود. این پیروزی حاصل اخلاص، ایثار، صبر و خون هزاران شهید است و امروز وظیفه هر جوان و شهروند مومن است که این امانت را حفظ کرده در ساختار فردای بهتر سهیم باشند. استقامت و تلاش جوانان ستون اصلی هر پیروزی بزرگ در تاریخ است. جوانی که با ایمان، طاعت و هدف حرکت می کند، می تواند کوه مشکلات را بشکند و مسیر عزت و استقلال را هموار سازد. نسل جوان افغانستان با صبر، جهاد، دانش طلبی و فداکاری نشان داد که تنها با شعار نه، بلکه با عمل و پایداری می توان تغییر آورد. امروز نیز اگر جوانان ما در برابر فشارها، تهاجم فکری و چالش‌های اجتماعی استقامت نشان دهند و با نیت پاک در راه دین و وطن تلاش کنند، بدون شک نه تنها دستاوردهای گذشته را حفظ می کنند، بلکه آینده درخشانتر برای ملت می سازند. فتح و پیشرفت از آن همان جوان است که هر روز از نو خود را می سازد و مایوس نمی شود. د تکبیر و پشور دل مانزم خپلواکی هیواد زار جنتی. درنو هیوادوالو، د فتح ورځ مو بختوره شه. د اسد په 24مه د اسلامي امارت توغ یا بیرغ د هیواد په هر ګوټ کې لوړ شو او د پردیو تسلط پای ته ورسېده. دا ورځ د الله جل جلاله رحمت، د مجاهدینو میړانه او د ولس د هوښیارۍ نښه ده. راځئ د دې لویې بریا ساتنه وکړو او د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې یو روښانه راتلونکی جوړ کړو. سوړیا راغلې نه ازادۍ، خدای ته تللي دي ځوانان بېکا کوي. ازادۍ ازادۍ سوړیا راغلې نه ازادۍ. خب دوستان گرانقدر و جوانان عزیز، شما شنونده برنامه جوان و جامعه هستید. در این بخش از برنامه چند سخن سودمند داریم که خدمتتان پیشکش میکنیم. ای جوان اندیشه تو با هنر پویا شود، با فروغ مهر او آینده ات زیبا شود، با فروغ مهر او آینده ات زیبا شود. آزادی هدیه نیست، نتیجه جهاد، صبر و فداکاری است. خروشان دل بیدار جوان است، افکار جوان است.
جوانی که قدر استقلال را نداند به زودی اسیر بردگی فکری و فرهنگی می شود. خروشان دل بیدار جوان است، افکار جوان است. جهاد فقط با تفنگ نیست. امروز قلم، رسانه، دانش و تقوا نیز میدان جهادند. خروشان دل بیدار جوان است، افکار جوان است. آزادی یعنی زیستن با عزت، نه زندگی در سایه ترس و وابستگی. خروشان دل بیدار جوان است، افکار جوان است. جهاد آغاز پیروزی است و آگاهی و عمل راه حفظ آن است. خروشان دل بیدار جوان است، افکار جوان است. جوانان ستونهای نگهداری استقلالند. باید آن را مستحکم نگه داشت. خروشان دل بیدار جوان است، افکار جوان است. آزادی واقعی آن است که انسان بنده الله جل جلاله باشد، نه بنده انسانها و تمایلات. خروشان دل بیدار جوان است، افکار جوان است. هر قطره خون شهید فریاد است برای بیداری نسل آینده. خروشان دل بیدار جوان است، افکار جوان است. استقلال را باید در نسل‌های آینده نهادینه کرد با تعلیم، اخلاق و عزت نفس. خروشان دل بیدار جوان است، افکار جوان است. جوان به هدف ابزار دست دشمن است. جوان هدفمند خنثی کننده توطئه ها. خروشان دل بیدار جوان است، افکار جوان است. هر قدمی که جوان در راه اصلاح اجتماع برمی دارد ادامه همان جهاد است. خروشان دل بیدار جوان است، افکار جوان است. ملت مستقل ملت است که جوانانش از تاریخ عبرت می گیرند، نه فراموش می کنند. خروشان دل بیدار جوان است، افکار جوان است. و آزادی جهاد می خواهد که پایان ندارد تا زمانی که فتنه ها خاموش نشده است. خروشان دل بیدار جوان است، افکار جوان است. مسئولیت پذیری نشانه بلوغ فکری است. جوانی که با وظایف خود متحد باشد پایه‌گذار یک جامعه سالم است. خروشان دل بیدار جوان است، افکار جوان است. نسل امروز مسئولین فردا هستند. امروزت را چنان بساز که فردا به آن افتخار کنی. خروشان دل بیدار جوان است، افکار جوان است. جوانان ستونهای اصلی ملتند. اگر قوی با ایمان و آگاه باشند کشور قوی خواهد بود. خروشان دل بیدار جوان است، افکار جوان است. خدمت به جامعه از خانه آغاز می شود. در کوچکترین محیط اطرافت مسئولانه رفتار کن. خروشان دل بیدار جوان است، افکار جوان است. کسی که از مشکلات فرار می کند فرصت ساختن را از خود می گیرد. خروشان دل بیدار جوان است، افکار جوان است. تعلیم و تربیه و عمل نیک سه ستون موفقیت جوانان است. خروشان دل بیدار جوان است، افکار جوان است.
جوان باید فکر بزرگ داشته باشد ولی از قدم‌های کوچک آغاز کند. موجی خروشان دل بیدار جوان است، افکار جوان است. جامعه به جوانان نیاز دارد که بیشتر از خواستن توان بخشیدن داشته باشند. موجی خروشان دل بیدار جوان است، افکار جوان است. وقت و انرژی جوانی امانت است. هر که درست خرجشان کند آینده را می خرد. موجی خروشان دل بیدار جوان است، افکار جوان است. جوانان مسئول آینده اند. آینده‌ای که امروز در دستان آنها ساخته می شود نه فردا. ای جوان اندیشه تو با هنر پویا شود، با فروغ مهر او آینده ات زیبا شود، با فروغ مهر او آینده ات زیبا شود. خب دوستان گران قدر، این بود داشته های برنامه امروزی ما که خدمتتان پیشکش کردیم. تا برنامه بعد شما را به الله بی‌نیاز میسپاریم. شاد و کامگار باشید. ای جوان اندیشه تو با هنر پویا شود، با فروغ مهر او آینده ات زیبا شود، با فروغ مهر